یکی از جمله نقطه های ضعفی که در بخش تقلید وجود داره این میسته. ما مطلق تقلید رد نمی کنیم، او تقلید رد می کنیم که کورکوران است و یک شخص محکم میگیره و بیانات و کلمات یک شخص معیار برای شناخت اسلام قرار داده، در حالی که این گپ قطعا نه در کدام نص، نه در آیت قرآن، نه در حدیث ثابت است، بلکه استدلال مشرکین مکه بود که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله یا اتبعوا بما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. اینی صداها را می زدن. الله رحم بکنه که امت یک کمی آگاه شوه، بدانن که الله متعال امکانات به کلگی داده، باید یا بشنوه سخنا را، از کلگی را بشنوه، ببینه حقیقت را که کی یقینا در مسیر درست روان است و بعد از او تأمل بکنه، موازنه بکنه، تمام افکار و نظریات و اقوال یکی با دیگه در برابر قرار بده، ببینه کدام قول خیلی نزدیکتر به کتاب الله و سنت رسول الله است، موافق با امر کتاب الله و سنت رسول الله است. هزار کسی که است، هزار عالمی که است، چی تعصب و ضدیت داری که تو از یک عالم میپذیری از عالم دیگر نمیپذیری؟ گپی حق است، گپی حق و نموره میگه که استدلال و ثبوت از قرآن و حدیث داشته باشه و نموره. شما شاید بگویی که مولوی صاحب همیشه سر نمی گپ تاکید میکنه، پس آنها شما کم کم مطالعه بکنید. تمامی بدبختی ها ریشش دینه اینجا موجود است. گپا، امی اختلافات، امی نعوذ بالله به بندوباری پراگندگی که پیدا شده از این ناحیه پیدا شده که ما فقط اقوال یک شخص مثل پیغمبر فکر میکنیم که بالکل معصوم است، خطا نمیشه و دیگران را رد کرده رایستیم. اینی بدبختی آمده. یک طایفه که در یک جای زندگی میکنه یک عالمه، دیگه طایفه از دیگه عالمه، دیگه طایفه از دیگه عالمه، افکار و نظریات علما خو با هم متفاوت است، پراگندگی در امت پیدا شده و جای از اینکه متحد و متفق شوند جماعت شدن. شما روزمره میبینی این جماعت ها دیگه اضافه شده، میره. اما من براتون میگم که بجز از اسلام مذهب اسلام است، هیچ مذهب دیگری وجود نداره و رهبرشان محمد رسول الله صلی الله علیه. لیکن شما ببینید که یا اینمی مردم اگر گفتی که من در مذهب محمد رسول الله هستم، امام اعظم واقعی کیست؟ امام اعظم را میگه که هیچ کس دیگه ماموم نشده باشه، رسول الله امام اعظم است، به خاطر که امامت کل انبیاء علیهم السلام کرده. اما ما تضاد نداریم با امام ابو حنیفه رحمه الله، نوری چشمی ماسته، اما یه القابی که مردم برش میده اما خودش هم راضی نیست، به می لقب خودش هم راضی نیست. بله کلمه اعظمی طور به نسبت بزرگسالیش گفته میتونیم، لیکن امی کلمه به مطلق که اعظم مطلق برش بگوی، اعظم فی سنن اگر بگویم صحیح است که از نگاه سن بزرگ است، اما مطلق اعظم این امام کیست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اگر مردم میگی که من در مذهب محمد رسول الله هستم، میپنده سرت، قاشش ترش میشه. ببینه که رسول الله را خوش نداره و یک عالم اونو قدر خوش داره. شما اینا لی قضاوت کنه، امو کسی که امی نعوذ بالله امی خستگی و امی خفگی در ذهنش خطور میکنه، امو خودش یک سنجش بکنه که آیا ما در برابر رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا اینقدر خفا میشم که کسی میگه در راه پیغمبر روان هستم؟ چرا نمیگه که در راه کی امام ابو حنیفه رحمه الله؟ کاش کی اگر همین ملت یقینا در راه امام ابو حنیفه رحمه الله روان باشه، ما هیچ نوع تضاد قطعش نداریم، نقطه متضاد قطعا پیدا نمیشه، بجز از بعضی مسائل فرعی در اصول هیچ نوع مخالفت قطعا در عقیده در هیچ گپ وجود نداره. خود تعصف در اینجاست که همین مردم که خود حنفی میگه در عقیده به عقیده امام ابو حنیفه رحمه الله نیست، بلکه در عقیده باز از ابو منصور ماتوریدی، از یک عالم خیلی پسان از او که از جمله فرقه مؤوله است در صفات الله تاویل میکنه، از او پیروی میکنه. مشکل ما این نیست. من بعضی اوقات میگم که اصل حنفی ما هستیم، یعنی به خاطر که ما مسلک ما مسلم مسلک کیست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. و یا کاش که از یک امام ابو حنیفه تقلید کنه رحمه الله یا از شاگردایش. نه فقط اینمی سال چندم است از نگاه سال شمسی چی است؟ قرن 14 است و از نگاه سال قمری قرن چی است؟ 15 است. دمی قرن 15 کتاب نوشته که خود آخرش در دنبالش حنفی نوشته که چیزی فتوایی که نوشته کردی مردم میپذیر، فقط کلمه حنفی را قطعش اضافه که خلاص است. اما قرآن ایگه پا را رد میکنه. قرآن میگه
که ما اگر هر کس راهی را انتخاب میکنه باید از روی شنیدن سخن، دیدن حقیقت، تأمل و تحلیل در تمام نظام و منهج و افکارشان، بعد از او بعد آدم روان شود. نه ای که قبلا بس هر چیزی که مردم گفته این احسن الناس احسننا و چیسته اساء الناس اساءنا، این مع خود جور کردیم بس دنبال رو، هر چیزی که مردم میکنه ما میکنیم. طوری باید نباشیم. الله متعال در یک جای نه در چندین جا مذمت اینمی تقلید کورکورانه را بیان میکنه و رد میکنه. اینجا کسی که اسلام میگذاره از روی تقلید میگذاره، از روی تقلید. حقیقت امر خو اسلام خیلی ارزش بالای داره. شما امروز ببینید نظام دموکراسی خیلی ارزش داره اسلام، لیکن از روی تقلید بدون از اینکه تحلیل در اسلام بکنه دنبال روی مردم کفار جور شده. از او خاطر الله میگه که یا در سر حد میرسه که همین اسباب امکاناتشان موریلاک میشه، دیگه قابل استفاده باقی نمیمانه. اولئک الذین مردمای است تبع الله علی قلوبهم که مهر مانده الله بالای قلبایشان و سمعهم بالای گوشایشان و ابصارهم بالای دیدشان نظرایشان و اولئک هم الغافلون. اینمی مردم ها غافل است. آیت اشاره میکنه که انسان باید غافل نباشه، بیخبر نباشه. انسان خود آگاه کنه در مورد دنیای خود چقدر چست و چالاک هستیم، چقدر تحقیق و تفحص و تلاش میکنیم که کار دنیای ما بسیار خوب باشه. در مورد دین اهمیت نداره. سرنوشت آخرت هم در دنیا وابسته است که ما باید راه درست پیدا بکنیم. این مورد انسان بیخبر باید نباشه. یک آدم میگه والا تالی را مطالعه نکردم خبر نیستم. چرا مطالعه نکردی؟ عالم هم هستی، کتابم امرایت موجود است او تو مطالعه نکردی. راه بهتر و غیر بهتر تو تالی را پیدا نکردی. کدام را قرین با حدیث است او را پیدا نکردی. خیر کی پیدا میکنی؟ یه عمر خامی تورتیر میشه. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون. خامخا لابودی است که مردم در آخرت سخت تاوانی است. یقینا الله سرمایه برش داده که از پیش استفاده بکنه، اما این استفاده غلط کرده. از این اسباب و وسایل انسان بالکل حقانیت اسلام هم میشناسه که اسلام کدام دین است. چطور شده میتونه که همین وسایل هم امرویت باشه اما راه حقیقت و راه مستقیم تو پیدا کرده نتانی. در روز قیامت ما به الله یه عذر پیش کرده نمیتونیم که ما عوام بودیم نمیدانستیم، چیزی که مولا میگفت قبول میکردیم. نه، از تو سوال میشه. اگر به خاطر شفای جسمت، علاج جسمت تو امیتور سرسرکی پیش یک دکتر رفته باشی خیلی خوب، امی عذرت الله قبول کنه. اما یک مرتبه در مریضی جسمت امیتور سرسرکی نرفتی، پرسان کردی کدام دکتر ماهر است، کدام دکتر لایق است، پشتی از او گشتی. اما در مریضی دینت که در دینت مریضی پیدا شده بود، خلل پیدا شده بود، چرا نگشتی؟ چرا متخصص پیدا نکردی و نرفتی؟ لا اقل به نسخه که از جانب الله آمده به قرآن گوش میماندی که حقیقت امر برات واضح میشد، اونجا برات میشد. بله، تاوانیا کسایی هستند که امکانات از دست داده و اونجا هیچ چیزی هم در دستش باقی نمانده. بسیار سخت است که انسان به نام دین یک عمر مکمل زحمت کشیده باشه اما اونجا باز نعوذ بالله طرف جهنم آدم بره. این بسیار آدم از زور میده. چرا؟ هم محنت کرده باشی و هم طرف جهنم روان باشی. از او خاطر است انسان خیلی باید دی تلاش بکنه که راه حقیقت پیدا بکنه، مطالعه بکنه، جستجو بکنه. ما نمیگیم گپای ما را حتما بپذیره، نه، ما شما را دعوت به سوی تأمل و تفکر میکنیم. تنها شما را توصیه میکنیم که از تعصب و ضد و طرفداری بالکل خودت بکشه، بعد از او مطالعه یک حکم بکنی کتابا را. من امروز علما را میگم ان شاء الله اگر ابیتون بدون تعصب بدون طرفداری شیشتن در کتاب حدیث اگر کل مسئله حل نشده بود، هر چی میگی کلی گپا واضح معلوم نشده بود، هر چی میگه خود شرط نیست که از کله خود اینمی زد بازی و عناد دور بکنه، حسد دور بکنه، طرفداری و تعصب دور بکنه. ما دعوت نمیدیم که گپی ما را بپذیره. خودتان تأمل کنه، تحقیق کنه. دین است، آخرت ما به می تعلق داره. ما باید روان به می سیستم باشه. ما همین قسم دعوت میدیم، نمیگیم بیای قطما باشه، قطما نباشه. خودتان الحمدلله الله امکانات براتان داده، حالی خو امکانات قدر وافر است که هیچ پرسان نکن. در یک کامپیوتر در یک دقیقه در مورد یک موضوع کلی احادیث کتابای حدیث برات جمع میکنه، راویایش برات تحقیق میکنه که اینی ثقه است اینی غیر ثقه است، جرح و تعدیلش مکمل بیان میشه. باز چرا گپ خفی بمانه، پنهان بمانه؟ اگر من واقعیت پشت دنبال حق میگردم هیچ باقی نمیمانه. مشکل اینجاست که من میگم نه، نظر و فکری که من برش عقیده دارم امو باید غالب باشه، جستجو میکنم برای از اون دلیل پیدا میکنم که غالب باشه.
کتابای مذاهب همین رقم است. هر کتابی مذهب که عالم مذهبی نوشته کرده تلاش کرده که مذهب خود حتما ثابت کنه با یک وجه نه یک وجه. حدیث صحیح میگیره میگه پیغمبر چی کرده در آخر عمر جلسه استراحت میگه والا یک کمی ضعیف شده بود، باز یک کمکی چی میشد تال میخورد باز میخیست. عجیب است. همینطور بگو دستار بگو که اول پیش میکردیام در پسانی عمر بود که یک کمی ضعیف شده بود. این گپا را نزن، تاویلات در حدیث نکو. حدیث صراحتا آمده خلاص، تو باید پشتی از او بگردی تحقیق بکنی. منظوری ما این نمیسته که ما تعصب دور بگذاریم. ائمه مجتهدین کلشان، امی گپی که ما میزنم امی گپی ائمه مجتهدین است. اگر از یکیشان ثابت کرده که گفته باشه که هر سخنی مرا شما بپذیره، من دست خود قطع میکنم، اعدام کنه مرا. از هر کدامی از امامای دین یک جا هم شما پیدا کرده نمیتونه. وای توصیه کرده که ما از او چیزی پیروی بکنی که ما از اونجا گرفتیم. امی امام ابو حنیفه رحمه الله آنقدر صریح گفته که برای هیچ کسی جایز نیست، لا یحل لاحد ان یفتی بقولی، برای هیچ کس جایز نیست که فتوا به قولی ما بده حتی یعلم من این اخذناه، تا که بدانه که ما این از کجا گرفتیم. سند و دلیل داره آنه. پس وقتی بیان خودش است چرا ما اینطور دنبال رو باشیم هر طرف حرکت کرده بریم؟ عجیب نیست؟ این گپ خیلی اهمیت داره. شما جوانا الحمدلله در اینجا هست خواهرای ماست، بسیار تأمل بکنیم. من که سری نقطه زیاد میپیچم آلی براتان واضح نمیشه. انشالله الله متعال علم وافر براتان بده، علم قوی براتان بده. مطالعه کتب بکنی، باز دزو درک میکنی، میفهمی که ای های در اسلام چقدر ضربه بزرگ از این نقطه رسیده، از این ناحیه رسیده، که چقدر علما را ما توهین کردیم نعوذ بالله و چقدر علما را مرتبه پیغمبری دادیم، چقدر علما را ما نعوذ بالله با ابلیس مشابه کردیم و چقدر علما را صفات الوهیت برش ثابت کردیم. اوجا باز براتان واضح میشه. تحلیل و تحریم فقط مربوط از او ساختیم. از او خاطر ما باز می گپ براتان توصیه میکنم، گپی ما را نپذیری، فقط سند و دلیل. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما قنطوا، بعد از الله متعال پروردگار تو پیغمبر علیه السلام برای کسانی که هاجروا دیار خود ترک کرده، قربان کرده خدا تمام استی دارایی مال محنت زحمت خدا هست و بودی خدا تعمیر و آبادی خدا صرف به خاطر دین. اینی را مردم میگه که نشان دین خود تکمیل میکنه. دین که وقت ارزش پیدا میکنه نفس خود هم قربان میکنه، اون زندگی خود قربان کرد، مثل سمیه و یاسر واری رضی الله عنهما. اما و در هر میدانی مبارزه حاضر هستند. چرا؟ دین پیششان ارزش داره، دین پیششان اهمیت داره. هر چیز از دست بره دین از دست نره. این گپ خیلی اهمیت داره. هر چیز از دست بره، وظیفه از دست بره، وظیفه از دست بره، پول از دست بره، دارایی از دست بره، مردم از دست بره، شفقت مردم از دست بره، تعلق و رابطه مردم از دست بره، خود دین از دست نبره. اینی گپ خیلی اهمیت داره. امروز که ما دوچاری عزیزیم که ما سری دین عمل نمیتونیم، مشکلی نمیجاست که دین ارزش دین پیش ما برابر رابطه یک دوست ما قیمت نداره. دوست ما که یک سخنی را میگه که خلاف شرع است، او را میپذیریم، دین ترک میکنیم. بدعت ها چرا رواج شده؟ معصیت ها چرا میشه؟ علتش است که ارزش دین پیش ما خیلی کم است. اما الله متعال مدح او مردمی را میکنه که یقینا همه هست و بودی خدا قربان دین میکنه. ثم ان ربک، باز یقینا پروردگار تو للذین هاجروا، برای کسانی که هجرت کردن ترک کردن خانه دیار کاشانه خدا، من بعد ما قنطوا، پس از اینکه ناامید شده بودن، مشکنجه شدن، ظلم سر شد، انواع چیز تهدیدات بود که الا باز بگردی دین ترک کنی، خب لیکن یا ترک نکردم. خب من بعد مفوتین، پس از اینکه خیلی ده امتحان بزرگ واقع شد، مطلب همون یک مطلب است. ثم جاهدوا و صبروا، بعد از او جهاد کردن و صبر کردن. جهاد کردن و صبر کردن. مسلمانای واقعی میطور نیست که فقط یک امر دین انجام داد خلاص بعد از انتظار وحی را داره. مشکل ما در اینجاست. فرقه های مسلمان ما امروز مبتلا به است. ما به تدریس اکتفا کردم، دیگه شعبه دین اله کردم. اینجاست که دین تکمیل نمیشه. یقینا یک شعبه را ما تکمیل میکنم اما دیگه شعبه ها را رد کرده برم، این گپ غلط است. مشکل ما در اینجاست. هر کدام ما همینطور است. صوفیا ما فقط یک گوشه دین گرفتن، ذکر میکنیم، ذکر فقط
ذکرم از خود بساز خلاص. کاش که مو ذکر پیغمبر علیه السلام خوب باشه. اما کلی گوشه های دین، امر بالمعروف نهی عن المنکر، جهاد، مبارزه، دعوت، این کلش متروک، این کلش متروک، هیچ چیز نه. یک تعداد دیگه برادرای تبلیغ ما امروز فقط یک گوشه را گرفتن. فقط اون گوشه چیسته؟ مردم دعوت دادن به یکی بیا عملی نیک بکنیم، دین ما اینمی قدر ارزش داره، اما دیگه جوانبا باقی مانده. مشکل است. همیشه گروه، بله اگر گروه ها این عقیده را داشته، دسترسی داشته باشه، هر کس به قدر امکان خود در دین خدمت بکنه. من به قدر امکان خود در تدریس خدمت میتونم. یک برادر دیگه ما در جور کردن مدرسه، یک برادر دیگه ما در برابر کردن لاسپیکر، یک برادر دیگه ما قوت نظامی داره مقابله میکنه، یک برادر دیگه ما قوه نطق داره بیره در تلویزیون بحثا مناظره میکنه. هر کس شعبه دین ما کم میکنه. صحابه کرام طور نبودن که یک عمل انجام میداد بس کفایت میکرد، ما اجرت کردیم بس شد دیگه. ما ماجرین داریم، چند رقم ماجرین داریم، ما چندین قسم ماجرین داریم که بخواهج نو سختی سر شیجه نبود، بلکه خانه را اعلام کرد که بیا کمونستا بشینه، خودش به خاطر راحت رفت در پاکستان یا کوچ خود گرفت در امریکا، در جرمنی، در مختلف ممالک تیر شد. دیگر یاد افغانستان و دین نکرد. فکر میکرد یعنی یک جنگ بیهوده است، همینطور فکر میکرد. ما رقم مردم، اما کسایی داریم که حتی خانه خودم کشیده نتانسته، از دست فشار مهاجرت کرده رفته، اما چیزش باقی مانده، اونجام زندگی خوب ندیده، پس سنگر محکم کرده. اینطوری مردم خیلی کم پیدا میشه و بعد از او که سنگر محکم کرده همونطور تا حالی رم دمو سنگر محکم باقی مانده. باز کرامت امریکا را قبول نکنه که باز بیا. تا دین روز فتوا میدادن که کسی در افغانستان زندگی میکنه کافر است. امروز این ریشا در کابل میگرده، انتخابات کمپاین که در رایسته. دین روز خودت فتوا میدادی، موتروان، کاریگر، مزدوری کابل هم میگفتی کافر است. امروز توی جا آمده. عجیب نیست؟ عجیب نیست؟ عجیب است. دین نگاه کردن گپ عادی نیست برادرها، که هر کس نگاه کنه. قرآن امیر میگه که اون مهاجرین کدام مهاجرین بود؟ ثم این ربک، باز یقینا پروردگار تو، للذین، برای کسانی که هاجروا ترک کردن خانه ها کاشانه های خدا، من بعد ما فتنوا، پس از اینکه در سخت امتحانات واقع شدن، تکلیف ها، مشقت ها، رنج ها را تیر کردن، شکنجه کفار، ثم جاهدوا، بعد از جهاد کردن، مبارزه کردن، طاقت های خدا مکمل خرج کرد. جهاد چی را میگه؟ کلی قوت و طاقت تا در راه الله مصرف کردن. اگر طاقت علمی داری، اگر طاقت فکری داری، اگر طاقت فرنگی داری، اگر طاقت نظامی داری، طاقت سیاسی داری، کلش در راه الله مصرف کردن. اینی را میگه. و صبر کردن، استقامت ورزیدن، مایوس نشدن، عقب نشین نکردن. ان ربک من بعدها، یقینا پروردگار تو پس از این، لغفور رحیم، دروازه را باز کرده. اگر کسی نعوذ بالله کلمه کفرم گفته باشه، مرتدم شده باشه، باز حقیقت اسلام برش واضح میشه، باز میگرده به اسلام. الله غفور رحیم است. این آیت ها ما را امید میده. چرا امید میده؟ انسان ها خطا شده، مجاهدین خطا شده، ما خطا شدیم، اما تلافی کنیم، جبیره کنیم، ببینیم از کدام اسلام از کدام نقطه از طرف ما ضربه دید. خالد ابن ولید در وقتی که در مقابل اسلام بود، اسلام ناورده بود، سخت ضربه بزرگ به اسلام داد، اما زمانی که اسلام آورد امور تلافی کرد، جبیره کرد، یک لحظه آرام ننشست، مبارزه کرد. هیره میگه تلافی. ما نقصاناتی زیاد کردیم، عمر خود همونطور در له و لعب تیر کردیم، بس نه دعوت بود، نه غم دین بود، نه فکر دین بود. میتونیم میره جبیره کنیم؟ بله میتونیم. بله الله غفور است، مهربان ذات است، میپذیر از ما، رحم میکنه، الله زیاد میکنه. کدام فکر دینی که تو داری الله برات اضافه میکنه، دیگه هم قوت برات میده. شما یقین به الله بکنه که به اخلاص قدم بگذاره، الله نصرتتون میکنه در هر بخش که باشه. اگر یک برادری ما در یک جای حلقه دعوت درس اعلام میکنه به می اخلاص که ملت ما آگاه شوه، الله قطعش نصرت میکنه، همونطور نمیگذارشه. اگر خواهر ما در یک جای نمی قسم یک حلقه را باز میکنه، الله نصرتش میکنه. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، بله این دنیا تیر میشه، این حالات است، اینی فراز و نشیب است، کش و فش است. الله متعال میگه روزی دیگری آمده نیست. کدام روز است؟ تو روز است که پدر و مادرم از پیش تو فرار کنه،
در مورد تو هیچ بحثی نداشته باشه. یوم تاتی کل نفس، روز کیمیای هر نفس تجادلو که بحث میکند، دفاع میکنه عن نفسها، فقط از نفس خود، از کسی دیگه دفاع نمیکنه. نزدیکترین دوستی تو، جگرگوشی تو، اولادی تو از تو دفاع نمیکنه قطعا. و توفا کل نفس ما عملت، پورا داده شود برای هر نفس آن چیزی که در دنیا انجام داده. داری عمل اینجا بود، چی را انجام داده ای؟ انسان خود یک چیزی داشته باشه، در دست خود یک چیزی داشته باشه. هر کس از به این نناز. پدری ما خیلی نیک آدم بود، بسیار سر دیوال میشیشت حرکت میکرد. پدرت هر چی میکنی دیوال حرکت کرده، از خود بگو، از خود چی داری؟ و هم لا یظلمون، سر از ظلم کرده نمیشه، چیزی نقصان در جزا و پاداش عملش قطعا نمیه. الله متعال پورا میده. بله اینطور عقیده اگر آدم داشته باشه که هر نوع نیکی میکنه هیچ کس نبینه، خلاص بس برات داده بشه، ضایع نمیشه. چقدر انسان در تاریکی شب اما کاری خیرت انجام میدی، خو میکنی، یک کمی فکر دین میکنی، سبا کدام خدمت دین اما کرده میتونم، قطعی خود یک تقسیم اوقات امیالی جور میکنی، هیچ کس خبر نداره. الله خبر داره. الله دمی شب مرگ برات میاد، به مو مفکوره وفات کرده که کدام فکری داشتی. و ضرب الله مثلا قریه، الله بیان میکنه این صورت مکمل نعمتها را الله برای ما بیان کرد که حس شکرگزاری پیدا شود، حس دعوت پیدا شود، حس ادای مسئولیت پیدا شود، مسئولیت شناس شویم که الله چه احسانات سر ما کرده. الله علی یک مثال بیان میکنه. البته بعضی میگه یک به طریق تمثیل است، او بعضی میگه نه این بیان واقعی عینی و واقعی است. مکه مکرمه میطور بود. و ضرب الله مثلا، الله بیان میکنه مثال قریه، از یک قریه را کانت آمنه که بالکل به امن بود، مطمئنه آرام، یاتیها رزقها که می آمد مواد خوراکیش، رزقش، رغدن به بسیار وسعت و گشادگی، من کل مکان نظر طرف، فکفرت ناسپاسی کرد به انعام الله ساکنینش، به نعمتهای الله متعال، فاذاقها الله لباس الجوع، چشانید الله متعال لباس گرسنگی را و الخوف، از ترس. چرا؟ بما کانوا یصنعون، به سبب از اینکه عادت خود جور کرد بدکاری و ناسپاسی را. الله همونطور زود عذاب نمیده تا وقتی که او را مردم عادت جور نکنه. الله رحم بکنه. تشریح میکنم.